سلام علیکم دوستان عزیز، امید که خوب و خوش و سرحال باشید. امروز همچنان که میبینید در یکی از کلاب‌های ورزشی کمپ جیم آمدیم به نام کمپ ورزشی پیروزی که موقعیتش در قسمت کوچسنگی است و در شهر کابل موقعیت دارد. فعلا میریم با مدیر صاحب کلاب آشنا میشیم. سلام علیکم مدیر صاحب، خوب هستید؟ بخیر هستید؟ طبیعتاً خوب است، بخیر است. شکر فضل خدا. میشه بیشتر بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حفیظالدین نامدار، یک تن از ورزشکاران اسبق تیم ملی وشو افغانستان و همچنان مربی در بخش وشو و مسئول کمپ ورزشی پیروزی. بسیار خوش شدم مدیر صاحب از اینکه وقت گذاشتیم برای ما تا یک ویدیو اینجا ثبت کنیم چی کنیم. میخواستم بپرسم مدیر صاحب که در بخش قسمت جیم یا کاستک شما خودتان استاد هستین یا ترینر یا کدام استاد دیگه هم دارین؟ بسیار خوب، در بخش جیم و فتنس ترینرهای جداگانه داریم. در بخش رزمی باز من ترینر هستم. بسیار خوب. اتو که معلوم میشه مدال آور هم هستین در؟ بله، ما سال 1381 تا 1388 عضو تیم ملی بودیم و از میادین بین‌المللی و کشور خود کار کردیم و مدال‌های رنگی. بسیار خوب، بسیار خوب است. خب وقت شما رو زیادتر نمیگیریم مدیر صاحب، میشه که بریم با استاد جیم معرفی شیم. میره سمت استاد جیم. خسته نباشید، خوش آمدید. نباشین، سلامت باشین. فکر کنم که استاد کلاب جیم دیگه خودتون هستید. جانم اینجا ترینر هستیم که جوان‌ها دیگه مصروف تمرین هستیم. انشالله موفق باشین، پیروز باشین. فکر کنم یکی از قهرمانای همین کشور هم هستین، مدال آوردن. جان سپاس. ما سال 13 تا 5 سال 91 مسابقه کردیم. سال نیفت گذشت، سال دیگه باز آمادگی دارم برای مسابقه. انشالله موفق باشین و پیروز میشین انشالله قهرمان باشین. چند حرکت میشه مثال حرکت های چی باشه؟ برو جان اگان حرکت های پیشی بود بچه اگر حرکت های پیشی بود خدا دیدگی. یه حرکت دنبالی است، حرکت پیش و بازو است، چون هم بالتر است با هم دنبال. اجان های دنبالی است، چون دنبال کس شکل خط اندازی میپرده، بالتر کس سایز میده. جوان ها زحمت زیاد کشیدن، خوری کردن. بسیار خوب، بسیار خوب. دوست عزیز یک دفعه با خودتان معرفی شدید. نام خودتان چیست؟ سلام علیکم، نام محمد اجمل ولد حاج اکبر. چقدر میشه تمرین میکنید؟ من دو ماه شدم کمپ پیروزی تمرین میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. 2 ماه تا فعلا مسابقه دادین یا نه؟ مسابقه ندارین. انشالله تصمیم خود دارین مسابقه. انشالله. بسیار جان مقبولم. خب دوستان عزیز، امروز دیدیم که در یکی از کمپ های کلاب ورزشی آمدیم که در کوچسنگی موقعیت دارد. امید هستیم از ویدیوهایی که ما برای شما میگیریم خوشتان بیاید و مورد علاقه تان باشه.